لگندا تاثیرات شما درباره ایران بهترین. من هر بار بیام اینجا ولی پایتخت میگم استاد شمشیرخان. استاد این وقایسی رو پشت سرتونه. دوستان عزیز، باعث افتخاری ما، باعث افتخاری ملت تاجیک استاد قربانی صابر طولی 5 سال مرا درس داده که چی گپا میگفته چی بین ما و استاد چی کارا در فیلم ها و در وقتی که ما دانشجو بودیم سواد کافی نداشتیم، استاد عذاب میدادیم، یک کارا میکردیم با همین کشاکش، با عذاب با زحمت های همین استاد ما تا به همین درجه را اومدیم رسیدیم. شکر. و سالایی بود که خرغان طرف های خرغان تپه برآمد میشید، یکم نمایش های دولتی میشید، هر کاری میشید یک جا بسیار میرفتیم. از طرف تئاتر هم اون ما وقتی که در سیرک کار میکردم از طرف سیرک میرفتم و از طرف تئاتر میومدم. خیلی بسیار جایی بود که با میخوردیم. ما در چندین فیلمنامه‌هامون هم اشتراک کردیم. استاد در مهمانی ناخوانده 1 2 3 خلاصه در ایران اومدیم. باور میکنید استاد چقدر حرمت میکنم، چقدر دوست میدارم و در تمام راه چقدر پیشواز میگیرن. این یک بار میمونم تماشا کنید و حلاوت برای مخصوص برای مردم خدمت ببینید که استادی ما در ایران چقدر قرب دارد، قدر دارد و چقدر تماشابین دارد و در چندین فیلم های ایرانی هم نقش بازی کرده. از همه فیلم پاپولار میشون، یعنی که فیلمی که مردم ایران خوب قبول کرده این فیلم پایتخت است. فیلم پایتخت یکی از فیلم های مشهور همه ایران است. این یک جای ببینید استاد ما حلاوت داره. تو سریال پایتخت اذیت نشدی؟ خوب بود دستتون؟ آره تاجیکستان حیف شد، اصلا قصه ناتمام بود. میرفتن اونجا فرهنگ اما گفتم که کامیون نه اونو اجازه ندادن ولی حیف شد. بعدم عجله بود که برسونن به عید وگرنه بازم درست میشد. خیلی خوب خیلی اما در هر صورت خوب بود دیگه. آقای پناهنده خوب بود. عالی عالی انرژی زیاد دیگه. ما خلاصه با اون گریم شما اونجا خیلی حال میکردیم. باد زد رفت. باز خاطر ناقابلی هست. خیلی دکتر عزیزم بالای برج میلاد، بالای برج میلاد در اینجا استاد شمشیرخان با همراهی مخلص‌های حرکت مونده شدگی معلومه. استاد شمشیرخان. استاد این وقایسی رو پشت سرتونه. از اینجا هستیم. سه استاد نگاه مردم ایران که که شناخته اومده هستن میگن ولی پایتخت میگم شمشیرخان ساقی آمد. ساقی چی آمد؟ ساقی بیا میل بده. کجا بچه ها؟
بچه اون عیده میتونم هم عیده میتونم افتادن که الان بعد از چی سیگار آتیش کنم نخ برم جمال کنم ساقی اومد ساقی نه تو راه کربلا که نه تو راه برج میلاد دیگه کسایی که تو راه برج میلاد سیگار نظری ایرانی ها بس بچه دادم بچه با خیلی بچه رو تقسیم کنید من میدم دست بزرگتر خودش تقسیم کنید ساقی داداش ما شوخی میکنیم ناراحت نشی ها من 25 ساله شوخی میگن سیگار اومد گرفت بعد علی میگه که آقا تو سنت کمه چرا سیگار میگه من 25 ساله هستم همه منو خورد میدونن درو مگه چه یادم ببینم خواست برای دوستا ببره شروع میکنیم اول که آدم وقتی وارد این دنیا میشه اولین چیزی که آدم مثلا میگیره همین است که یک آرامش و مثلا این رنگا رو ببینید یک کمک مثلا روشن نیست مثل این روشن کتابخانه پرش در یوتیوب کانال میبرویا در ایران مال یکی رنگ سیاه مالای خمال بزرگش کلانش در ایران مال قرار داره اینا فضاش بینه پرش در یوتیوب کانال بچه